سیوم مارت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون در نهمین کنفرانس وزیران قلبی آسیا раванди استانبول زیر عنوان تقویت جامعه برای صلح و رشد اشتراک و سخنرانی کردند. در کاری همایش سطح بلند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون، پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد اشرف غنی و نمایندگان 15 کشور شرکت کننده در شکل حضوری از جمله جمهوری تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، قطر، قزاقستان، هندوستان، ازبکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، چین، روسیه، 16 کشور مددرسان، راهبران 16 سازمان منطقوی و بین المللی در شکل مجازی شرکت ورزیدند. فعالیت این روند به تحکیم امنیت منطقوی، همکاری اقتصادی و سیاسی با افغانستان توسط مکالمه و تدبیرهای اعتمادسازی نگرانده شده است. مکالمه منطقوی در مد اول از همکاری‌ها در مبارزه با تهدیدهای عمومی از جمله مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، فقر و افراطگرایی آغاز یافته است. در نظر است که در پایان کنفرانس اعلامیه دوشنبه قبول گردد. کار همایش را با سخن مقدمه‌ای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون و پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد اشرف غنی افتتاح کردند. جلالت مآب دکتر محمد اشرف غنی پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان، محترم اشتراکداران کنفرانس، مهمانان گرامی، سرول اشتراک شما را در نهمین کنفرانس وزیران قلبی آسیا раванди استانبول که امسال تقویت همراهی برای صلح و رشد نامیده شده است صدقاً خیر مقدم میگویم. همزمان میخواهم شما را به مناسبت جشن بین المللی نوروز تبریک و تهنیت گفته به همه اشتراکداران نشست امروز سلامتی، خوشبختی برای کار و کامیابی ها آرزو نمایم. تاجیکستان و افغانستان را مشترکات زیادی تمدنی و رابطه های زیچ حسن همجواری با هم می پیوندند. مردم شریف این کشور برادر با ما هم زبان و هم فرهنگ بوده ریشه های مشترک تاریخی ما با عمق هزار ساله ها می رسند. از این رو طبیعی است که ما با سرنوشت برادران افغان خود به تفاوت نیستیم. هر درد و رنجی که مردم افغانستان می کشد در قلب مردم تاجیک نیز صدا می دهد. این جانب شخصا در چندین همایش‌های بین المللی مربوط به افغانستان بارها از اعضای جامعه جهانی دعوت به عمل آوردم که کمک خود را در حل قضیه افغانستان دریغ ندارند، زیرا بحران این کشور یک مشکلات بین المللی است. زیاده از 40 سال است که در این کشور ناآرامی و نزاع ادامه دارد. مردم شریف افغانستان از جنگ و جدال تحمیلی قید میکنم تحمیلی که پیش از همه بر اثر مداخله کردن به امور داخلی آن سر زده است مصیبت زیاد میبیند. متاسفانه روند خلالیابی امنیت در این کشور امروزها رنگ و تابش‌های نو پیدا کرده ایستاده است که مایه نگرانی نه تنها کشور ما بلکه تمام منطقه می باشد. سالهای آخر راجع به حل مشکلات افغانستان همایش‌های بین المللی و منطقوی سطح‌های گوناگون زیاد دایر می گردند. با همیاران بین المللی و حکومت افغانستان میسر شد که ضمن همایش و کنفرانس های پیشین در مورد تحکیم ظرفیت نیروهای امنیتی و برقراری صلح و ثبات کامل کارهای چشمرسی را انجام دهند. همزمان با این جهت توسعه همکاری منطقوی در کشور اقدام‌های معین راه اندازی گردیدند. برنامه‌های مشخص در افغانستان احساس میشه.
در اینجا فعالیت قلبی آسیا رواندی استانبول که زمان تشکلیابیش در سال 2011 تا به امروز بیشتر نفوذ و مقامی مهم دارد. تاجیکستان تطبیق استراتژی فراگیری بین المللی را جهت تأمین ثبات و برقرارسازی حیات آسایش در افغانستان همه جانبه دستگیری می‌نماید. ما اطمینان داریم که همایش امروزه دوشنبه با وظیفه‌گذاری‌های نو در بررسی و حل مشکلات این کشور قدم‌های تازه را خواهد گذاشت. همچنین امید داریم که جامعه بین المللی با تشبث و پیشنهادهای نو خود مکانیزم همکاری و کمک‌ها را به افغانستان باز هم مکمل خواهد. دوستان گرامی، تاجیکستان و افغانستان همیشه همسایه نیک بودند و میمانند. ما در طول تاریخ در شادی و غم یکدیگر شریک هستیم. تاجیکستان در تمام مدتی که این کشور در وضع پیچیده قرار دارد خود را از پهلوی آن کنار نگرفته است. ما مثل همیشه صدقاً جانبدار استقرار صلح کامل و پایدار و وحدت جامعه در این کشور دوست و برادر و همزبان و همفرهنگ می باشیم. معتقدیم که تأمین امنیت و آرامی آسیای مرکزی پیش از همه با استقرار صلح و ثبات در افغانستان و ایجاد شرایط مساعد برای رشد آسایشته آن وابستگی دارد. از این رو همکاری با افغانستان در فهرست اولویت‌های سیاست خارجی کشور ما قرار دارد. من فکر میکنم که حتی خردترین کمک به این کشور اذیت کشیده، خردترین اقدام جهت آبادانی آن برای گذاشتن باز یک قدم دیگر به پیش در سمت رشد و رهایی یافتن آن از مشکلات موجوده مساعدت خواهد کرد. به این منظور تاجیکستان در دایره فعالیت مکانیزم های مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه با افغانستان همجوار همکاری متناسباً سودمند را راه اندازی نموده پیش میبرد. ما عزم قوی داریم که من بعد نیز در این سمت چاره‌های ثمره بخش اندیشیده محتوای همکاریمان را با افغانستان باز هم غنی گردانیم. ضمناً ما جهت مساعدت همه جانبه به رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور با ما دوست توسط همکاری در تهیه و تطبیق لایحه‌های مختلف فرامرزی و منطقوی زیرساختاری، انرژتیکی و ترانزیتی و نقلیاتی پیوسته تلاش می‌نماییم. کشورهای منطقه ما را نه تنها مرزهای مشترک بلکه عنعنه‌های کهن تجارتی که از دوران راه بزرگ ابریشم سرچشمه می‌گیرند می‌پیوندند. عنعنه و نظام تجارتی که در طول تاریخ توسط این شعارهای مهم فرامنطقوی تشکل یافتند در زمان معاصر نیز اهمیت فراوان دارد. افغانستان در قلب این شعارها واقع گردیده منطقه‌های گوناگون عالم بخصوص آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و اروپا، چین و خاور میانه را با هم می‌پیوندد. در این مورد باید قید کرد که تاجیکستان بنیاد شبکه مکمل نقلیاتی و ترانزیتی منطقوی را یکی از سمت‌های مهم همکاری جانب‌ها می‌شمارد. تاجیکستان برای گذاشتن زمینه معیاری و حقوقی رشد و تجارت ترانزیتی توسط دالان‌های نقلیاتی با اشتراک کشور دوست ما افغانستان کوشش‌های پیوسته می‌نماید. از این رو ما علاقمند استفاده وسیع مسیر راه افغانستان، تاجیکستان، چین و افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان هستیم. در این رابطه برای هرچه زودتر تطبیق نمودن لایحه ساختمان راه آهن میان تاجیکستان و افغانستان از جمله بنیاد قطعه راه آهن رومی پنج پایان
شیرخان بندر تلاش کرده ایستاده‌ایم. پیشنهاد میکنیم که آن به یک جزء راه آهنی بین تاجیکستان، افغانستان و ایران تبدیل یافته به دالان بین المللی نقلیاتی شمال جنوب پیوست شد. ساحه انرژتیک پایه تمام بخش‌های اقتصادیات و رشد حیاتی جامعه می باشد. استفاده فراگیر و ثمره بخش ذخیره‌های آن می تواند کشورهای ما را به سطح تولید کننده های اساسی منطقوی نیروی سبز برآورده موقع ما را در تطبیق هدفهای رشد استوار پرزور کند. تمایل گلوبالی تشکل اقتصاد سبز و تلاش‌های جامعه جهانی جهت دستیابی به سطح پست پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای به فضا که یکی از عامل‌های تغییریابی اقلیم دانسته شده است، از خصوصیت‌های دوران معاصر می‌باشد. تاجیکستان دارای ذخیره‌های فراوان هیدروانرژتیکی است که منبع مهمی برقرار شونده تولید نیروی برق محسوب می‌یابد. ما تلاش داریم که استحصال نیروی برق آبی از لحاظ اکولوژی تازه را به نفع همه کشورهای منطقه دوچند افزایش داده امکانیت‌های تحویل آن را به بازارهای منطقوی انرژتیکی وسیع نماید. تاجیکستان همه ساله نیروی برق را در حجم از 1 تا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت به افغانستان انتقال می‌دهد. طی 10 سال اخیر از جانب ما به این کشور همسایه زیاده از 10 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تحویل گردیده است. برای این مقصدها از جانب ما 2 خط انتقال نیروی برق ساخته به استفاده داده شده است. یکی 110 و دیگری 220 کیلووات با توانایی 500 مگاوات از زیر ایستگاه گیران در تاجیکستان تا پل خمری افغانستان. امکانات همکاری در ساحه انرژتیک هنوز هم نهایت زیادند و ما آماده همکاری همه‌جانبه در این عرصه استراتژی است. ضمناً ما آماده ایم که انتقال نیروی برق را به افغانستان زیاد نماییم. وابسته به این مسئله تهیه و تطبیق منبعی لایحه‌ها جهت به هم پیوستن شبکه‌های برقی کشورهای منطقه اهمیت خاصه پیدا می‌کند. در این راستا تطبیق لایحه کسه هزار را که انتقال نیروی برق را از تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان توسط قلمرو افغانستان در نظر دارد مهم ارزیابی می‌نماییم. همچنین ساختمان خط بلند شدت انتقال برق 500 کیلوواتی راغون پل خمری که اساس ناکنی تکنیکی و اقتصادی لایحه آن آغاز گردیده ایستاده است اقدام مهم و سری وقتی می باشد. جهت بهتر نمودن سطح نیکوحوالی مردم دوست و همسایه ما در ناحیه‌های نزدیک سرحدی ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی از جمله تطبیق لایحه نیروگاه برقی آبی سبزا را در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان در نظر داریم که از لحاظ زیاد نمودن حجم انتقال نیروی برق به افغانستان اهمیت خاصه دارد. در برابر این تاجیکستان نقشه‌های افغانستان را جهت تطبیق لایحه‌های منطقوی در ساحه انرژتیک از جمله عملی سازی لایحه‌های بنیاد خط‌های بلند شدت انتقال برق و دیگر انشاءات انرژتیکی فراملی جانبداری می‌نماید. جمهوری تاجیکستان در ساحه ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی، مؤسسه‌های هیدروتکنیکی، نظام معاصر و با ثمره آبیاری، باغداری، راه آهن ظرفیت‌های وسیع دارد. ما آماده ایم که با افغانستان جهت تهیه و عملی کردن برنامه‌های مشترک در ساحه‌های مذکور همکاری سودمند داشته باشد. تاجیکستان همچون همسایه دوست افغانستان تلاش می‌ورزد تا همکاری‌های تجارتی و اقتصادی دو کشور را از جمله در ناحیه‌های نزدیک سرحدی به سطح باز هم بلندتر بردارد. در این روند افزایش معاملات تجارتی جانب‌ها از اهمیت خاصه برخوردار است. حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان
و افغانستان در دوام سالهای 1997-2020 مبلغ زیاده از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داد. در سال 2020 حجم تجارتی بین دو کشور به زیاده از 70 میلیون دلار آمریکایی رسید. این با در نظر داشته از کم کاهش یافتن با در نظر داشته پاندمی یا کرونا ویروس یا کووید 19 شد. ما کوشش خواهیم کرد که در آینده نزدیک صرف نظر از تاثیر منفی عامل‌های بیرونه از جمله عاقبت‌های پاندمی کووید 19 نشاندهنده‌های تجارتی دو جانبه را دوچند زیاد کنیم. مورد ذکر است که ما جهت گسترش و توسعه رابطه‌های گوناگون جنبه میان منطقه‌های نزدیک سرحدی از جمله معاملات تجارتی تا به امروز بین تاجیکستان و افغانستان 6 پل ساخته مورد استفاده قرار داده ایم و ساختمان پل هفتم در منطقه کاکل آغاز گردیده است. فعلا در سرحد دو دولت 4 نقطه تجارتی نظیر سرحدی از آن جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازارهای نزدیک سرحدی تیم شهر خاروق، اشکاشم ناحیه اشکاشین، روزوه ناحیه درواز و خمراغی ناحیه ونج فعالیت دارند. در ناحیه‌های نزدیک به سرحد با افغانستان از جانب تاجیکستان 4 منطقه آزاد اقتصادی تأسیس داده شده است. ما آماده هستیم که همکاری در ساحه علم، معارف، فرهنگ، هنر، اطلاعات و فعالیت اجتماعی را به سطح نو برآوریم. امروزها در مؤسسه‌های تحصیلات عالی تاجیکستان بیش از 500 دانشجوی افغانی تحصیل می‌کنند. در تمام دوره صاحب استقلالی دولت ما زیاده از 1000 شهروند افغانستان رشته‌های گوناگون دانشگاه‌های تاجیکستان را ختم کرده صاحب اختصاص گردیدند. علاوه بر این طی 10 سال اخیر در حدود 1500 نفر شهروندان افغانستان از آن جمله زیاده از 100 نفر بانوان افغانستان در مؤسسه‌ها و مرکزهای تخصصی تاجیکستان در دوره‌های کسب آموزی و تکمیل اختصاص تحصیل کردند. با در نظر داشت یکچند عامل‌های مشاهدت کننده از جمله همزبانی دو کشور ما امکان داریم که روند تحصیل و علم آموزی شهروندان افغانستان را در مؤسسه‌های مختلف تعلیمی کشورمان به طور ثمره‌بخش ادامه دهیم. جانب تاجیکستان می‌تواند برای افغانستان برادر متخصصان ساحه برق، تندرستی، آبیاری، کشاورزی، رای آهن، راهسازی، ساختمان، معماری، تکنولوژی‌های گوناگون و صدها کادرهای علمی را آماده نماید. تاجیکستان و افغانستان به تحکیم همکاری‌های خود در ساحه امنیتی بر اساس مناسبت‌های دو جانبه و در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی اهمیت خاص می‌دهند. جای تاکید است که با همکاری دو کشور در این عرصه که در سطح بلند هم آهنگی صورت می‌گیرد همدیگر فهمی و اعتماد متقابل خاص است. شرایط حساس امروزه ما را وادار می‌سازد که دایره همکاری عملی کشورهایمان را در این سمت باز هم وسیع‌تر گردانیم. وضع مرکبی که طی سالهای اخیر در افغانستان تشکل می‌یابد تنها با این کشور محدود نمی‌شود و فقط از آن منشأ نمی‌گیرد. قضیه افغانستان خصوصیت فرامنطقوی داشته فراگیر جامعه جهانی نیز میباشد. ما کشورهای منطقه نباید راه دهیم که مردم دوست و برادر افغانستان با مشکلات به آن تحمیل شده تنها باشد. امروزها ما شاهد شدت گرفتن فعالیت گروه‌های مختلف تروریستی و افراطگرا همچنین جنایت‌های متشکل فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر است. گروه‌های تروریستی و افراطی و تندگرا وضع پیچیده در قلمرو افغانستان به عمل آمده را برای پیاده کردن غرضهای خرابی‌آور و توسعه دایره فعالیت تخریبی خود استفاده می‌برند. تجربه تلخ ادامه جنگ و جدال در این کشور
طی 40 سال اخیر ثابت می سازد که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد. ما کلید حل مشکلات امروزه افغانستان را در استفاده وسیع واسطه‌های دیپلماتی و سیاسی و اندیشیدن چاره‌های معاصر جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور می‌بینیم. از این رو تاجیکستان از موقع حکومت افغانستان جهت برآمدن مذاکرات بین افغانی به خاطر تأمین امنیت و صلح و ثبات در کشور استقبال می‌نماید. از این رو تاجیکستان از موقع حکومت افغانستان جهت برآمدن مذاکرات بین افغانی به خاطر تأمین امنیت و صلح و ثبات در کشور استقبال می‌نماید. ما بر آنیم که در این مذاکرات باید منفعت‌های تمام مردم کشور به نظر گرفته شوند و تقدیر و آینده آن را قبل از همه خود مردم افغانستان معین سازد. همزمان جامعه جهانی پیش از همه کشورهای مددرسان را ضرور است که در وضع حساس امروزه دستگیری خود را از افغانستان اذیت کشیده دریغ ندارند. همه اشتراکداران این کنفرانسی با نفوذ می‌دانند که پس از پاشخوری اتحاد شوروی به سر تاجیکستان چی آمد. نعمت استقلال به ما گران افتاد. روند آشتی ملی در کشور ما 5 سال طول کشید. من اینجا از خسارات جانی و معنوی مالی ملت عزیزم حرف نمیزنم. زیاده از 157,000 آدم کشته شد. 50,000 کودک تمام بی پدر و مادر ما. تنها همین را تاکید میکنم که در آن روزهای سخت هزاران هزار شهروندان ما در خاک افغانستان برادر جای اقامت یافتند و مردم افغانستان یک بریدنان را با هم کمک کرده مردم ما را از گرسنگی رهایی بخشید. و مخصوصا نمی را تاکید میکنم که در همان روزهای بسیار سخت پیشوایان آن وقته مردم افغان مخصوصا پروفسور شادروان، پروفسور برهان ربانی و آمیر صاحب احمد شاه مسعود بسیار خدمت تاریخی کردند و اولین مذاکرات بین تاجیکان در شهر کابل برگزار گردیده بود و آخرین حجت استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان نیست در طالقان، دهه طالقان در یک مسیر کوهستانی که وای بود ما در آنجا نقطه گذاشته حالا فصل کردیم بعدا در شهر مسکو 27 ایون سال 97 به امضا رسانیدیم. از این لحاظ ما به نهایت هر شب و روز در فکر و ذکر روند صلح و مذاکرات بین افغانی هستیم و آرزوی آن را داریم و هرچی از دست ما بیاید کمک میرسانیم که این روند زودتر و مردم برادر افغانستان در صلح پایدار کامل زندگی کنند و کشورشان را آباد کنند. روند صلح تاجیک‌ها را آنها دستگیری کرده به ما کمک خالصانه و برادرانه رسانیدند. ما این را هرگز فراموش نمی‌کنیم. مردم تاجیک هیچگاه ناسپاس نیست. ما در راه دریافت آشتی، صلح و رشد بعدی تجربه غنی اندوختیم و آماده هستیم در هر شرایطی که نباشد آن را به مردم برادر افغان ارائه نماییم. یعنی همان روزهای امروز ما می‌بینیم در افغانستان دستور عراق ما این روزها را سالهای 90 پس سر کردیم. عیناً همین وضع تاجیکستان. فرجام تمام جنگ‌ها آشتی است. من زیاده از یک کشور خود زیاده از 6,000 سلاح بدستان مخالفین را رeintegrate کردم بخشیدم به قواهای مسلح و دیگر بسیار دشوار وزنین سنگین است لیکن ما همین کار در رفتیم. این تجربه تلخ تاجیکستان از تمام کشورهای اشتراک کننده کنفرانس دولت‌های مدرسان و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دعوت می‌نمایم
بیایید به مردم شریفی افغانستان کمک کنیم، کمک بی‌غرضانه نماییم تا راه به سوی تحکیم همدیگر فهمی، صلح و رشد وطن آنها برایشان آسان و کوتاه‌تر شد. اظهار امید می‌نمایم که نتیجه های نشست امروزه باز یک عامل مؤثر تقویت بیشتر همکاری های ثمره بخش کشورهای اعضا و شریکان کنفرانس قلبی آسیا раванди استانبول خواهد شد. تشکر برای توجهتان. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید به جمهوری تاجیکستان، پایتخت دولت تاجیکان، شهر دوشنبه.